ملا صاحب میگه که یا محمد خواهد از صاحب شوق دارم اشتیاق بگذاری کودن و چپوسه ایره بوم میگن بوم بسلش بازی خورده. یک روز دیگه ایره جواب کردم که گفتن یا محمد جایز هست یا نیست. پیش از این که به دلایل بپردازم به طور مقدمه یک مسئله را باید بفهمیم. ما صدا زدن به یا محمد یا رسول الله یا نبی الله یکی به طور ندا هست که یک کس صدا میزنی. ما به طور مثال به تو صدا میزنم که ای احمد، ای محمد، ای فلان، ای ادریس، ای فلان، ای فلان. ایره میگن ندا، ایره میگن ندا. و با هر ندا مقصود بن ندا شرط است. مقصود بن ندا به ایمانا ما به تو صدا میکنم که حاجی صاحب ندا کردم، تو به من سئل کردی که چی میگه بابا. ما باز صدا میکنم که حاجی صاحب تو باز سئل کردی چی میگه و من هیچ مطلبی به تو نداشته باشم. این عیناً یک چیز تمسخر هست. ما باید یک مقصد به تو داشته باشم که حاجی صاحب تو که گفتی بله ما برات میگم که یا این کار اینطور هست، یا یک مطلب داشته باشم. او را میگن مقصود به ندا، مقصد صدا زدن. که ندا مقصود به ندا می باشد. دوم هست صدای عاشقانه، صدا زدن از روی محبت، صدا زدن به نیت شعار. باز این جایز هست، هیچ نوع مشکل نداره. حال ببین، صدا زدن به یا محمد و یا به یا رسول الله، به رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم، با نداءن و با این نیت که پیامبر ما حاضر و ناظر است و میشنوه و فلان با این نیت جائز نیست. صدا زدن به یا محمد نارواست. و اگر یک انسان د تخیل، د خیال و د فکر و د دل و دماغ خود پیامبر صلی الله علیه و سلم را حاضر میکنه، محبت از طریق محبت به او صدا میکنه یا محمد یا رسول الله، این جائز است، هیچ نوع مشکلم نداره. ایره میگن شعار، ایره میگن صدای محبت، ایره میگن صدای عاشقانه. این بالکل مشکل نداره، جائز هست، با دلائل زیاد ثابت هست. فتوح الشام یک تاریخ اسلام هست، علامه واقدی رحمت الله علیه نوشته کرده. در اوج از هزارها صحابه کرام صدای یا محمد ثابت است. در سرزمین شام در زمان خلافت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه صدها کیلومتر دور از مدینه منوره در او جمعه که وکان شعارنا یومئذ یا محمد. صحابه میگن شعار ما چی بی بود؟ در مقابل نصارا شعار ما، صدای ما مسلمانا یا محمد یا محمد می بود. این جایزه، هیچ نوع مشکل نداره. کتاب معتمد احادیث صحیح البخاری، صحیح البخاری دیجا روایت میں آیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پدرش میگا زمانی که از وفات رسول الله مبارک خبر شد آمد، اسب خود یا شتر خود استاد کرد، داخل مسجد نبوی شد، آمد به اتاق ما که رسول الله مبارک در چادر یمنی پوشانده بودیم. ای دستمال ای چادر از روی مبارک رسول الله مبارک دور کرد، فاکب علیه و قبل بین عینیه، پایین شد ابو بکر در پیشانی رسول الله مبارک ماچ کرد و چی صدا زد؟ به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم از تو قربان باد یا رسول الله. این صدا را کی زده؟ ابو بکر صدیق. چی وقت میزنه؟ که رسول الله مبارک وفات شده. پس صدا زدن به یا محمد. ای عبدالرحمن جامی بزرگ عالم است در نحو، او شرح جامی علما میخوانه، علما قدش آشنا هستند. او صدا میکنه ز مهجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی الله ترحم یا نبی الله. این صدای عشق و محبت هست که یک عاشق به رسول الله مبارک صدا. ای صحابی مصنف ابن ابی شیبه کتاب حدیث است. مالک الدار یک صحابی است که وزیر خزانه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه است.
میای به زیارت رسول الله مبارک صدا میزنه یا رسول الله استسقی لامتک فانهم قد هلكوا. یا رسول الله از پروردگار باران را طلب کن که امتت هلاک میشه. صدا میزنه به رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم. هیچ مشکل نداره. شاه ولی الله محدث دهلوی در اطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم و نوشته میکنه ینادی ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء رسول الله یا خیر البریه نوالک ابتغی یوم القضاء. صدا میزنه به رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم. این صدا زدن این صدای عاشقانه هست، این صدای محبت هست. ای مفتی محمد شفیع رحمه الله یکی از علمای بزرگ مذهب احناف و یکی از علمای بزرگ علمای مسلک دیوبند او میفرماید که در لغت عربی، در کلام عربی، در اسلوب قرآن یک اسلوب وجود داره که اسلوب بلاغت میگن که یک چیز معدوم را موجود فرض کرده میشه، یک چیز غیر حاضر فرض کرده میشه، در تخیل آورده میشه و به او صدا زده میشه. این میگه جایز هست، هیچ مشکل نداره که رسول الله مبارک را در خیال و در فکر و در قلبت حاضر بکنی، صدای محبت، صدای عشق، صدا بزنی به یا محمد و یا به یا رسول الله. این هیچ مشکل نداره. میگه شاعرها به دیوار صدا زدن، به خش صدا زدن، به معشوقی خود صدا زدن، به پرنده خود صدا زدن. در کتابه علم معانی علما میدانن او جمعیه و بالله یا ذبیات القاع قلنا لنا الیلا من کن ام لیلا من البشری. ذبیات آهو را صدا میزنن، به او خطاب میکنن. میگه ای هیچ در شریعت مشکل نداره. فتاوى حقانیه، فتاوى فریدیه، فتاوى منبع العلوم، مقالات مفتی محمد فرید رحمه الله، این همه فتاوهای عصر میگن که از روی محبت که عقیده حاضر ناظر کس نداشته باشد این جائز هست. محبت از روی محبت، از روی عشق و عاشقانه به رسول الله مبارک یک عاشق صدا میزنه، یک امتی به یا محمد یا به یا رسول الله یا به یا نبی الله. هیچ مشکل نداره، در شریعت جائز هست. پروردگار جل و علا محبت حقیقی رسول الله مبارک نصیب ما بگرداند. درود شریف و شوق بفرستین. اللهم میزند